میخوای بدونی چجوری کسی که با رفتار و حرفاش بهت آسیب زده پشیمون میشه؟ نه داد زدنه، نه بیخیال شدنشونه و نه پست و استوری گذاشتن در موردشونه، بلکه 5 تا عادت خاموشه که بدون هیچ کلمه انجام میدی. بعدش یه اتفاق عجیب میفته که باعث میشه احساس گناه کنن. شروع میکنن به چک کردنت. بعضیا حتی برمیگردن و التماس میکنن که ببخشی. اما بهترین قسمتش وقتیه که بفهمن چی رو از دست دادن. دیگه حتی دوست نداری برگردی پیششون، چون خیلی سرت شلوغه به خاطر بهترین زندگی که بدون اونا داری. پس بذار دقیقاً بهت بگم که این 5 عادت چیه. اولیش اینه که مثل یه غریبه باهاشون رفتار کن. وقتی کسی ناراحتت میکنه، بقیه انتظار دارن یا عصبانی باشی یا غمگین. این 2 واکنش یعنی اون آدم هنوز برات مهمه، یعنی هنوز روی احساساتت قدرت داره. اما وقتی باهاش مثل یه غریبه برخورد میکنی، مؤدب اما کاملا خنثی، انگار فقط یه آدم معمولیه که توی خیابون دیدی. این دیگه فقط بی‌محلی نیست، این یعنی جدا کردن احساساتت از اون آدم. نه حرف اضافه، نه مکالمه طولانی، نه نشون دادن ناراحتی. نهایتش یه سلام خشک و خالی، بعدش هم رد میشی و میری. این رفتار برای اون آدم خیلی سنگینه، چون یه دفعه میبینه تو جایگاهی که قبلا بوده و برات خیلی مهم بوده، حالا دیگه هیچ جایی نداره. این که از کسی که برای تو مهم بوده تبدیل بشه به هیچ کس، واقعا براش تکون دهنده است. اما برای تو یه آزادی کامله. دیگه قدرتی روی احساساتت نداره، دیگه نمیتونه زخمت بزنه، چون تو دنیای تو اصلا وجود نداره. دومیش ساختن زندگی جدیده که مساویه با ورود آدمای تازه. یکی از بهترین راههای عبور از گذشته ساختن یه تیم جدید از آدمایی که ارزشمند و سالمن. وقتی آدمای تازه‌ای وارد زندگیت میشن که حمایتت میکنن، خوشحالت میکنن و بهت احترام میذارن، در واقع تو خلأ رو پر نمی‌کنی، داری زندگی بهتری میسازی. این دوستای جدید نشون میدن که تو شکست نخوردی، تو رشد کردی. شادیهات واقعی‌اند، انرژی تازه است و هر لحظه نشون میده که از گذشته عبور کردی. تأثیر این مسئله روی کسی که آزارت داده به این صورت میشه که وقتی عکسات، لبخندات و خوشحالیاتو میبینه، وقتی تو رو توی جمع آدمای بهتر میبینه، یه حس سنگین بهش دست میده که من میتونستم بخشی از این زندگی باشم ولی خرابش کردم. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب از این کانال حمایت کنین. سومین عادت واکنش نداشتن که مساویه با قدرت بی‌تفاوتی. آدمایی که آسیب میزنن معمولاً دنبال واکنشن. میخوان ثابت کنن هنوز برات مهمن، هنوز میتونن تو رو ناراحت کنن یا اینکه تحریکت کنن. اما وقتی تو هیچ واکنش نشون ندی، در واقع قدرت رو ازشون گرفتی. نه جواب میدی، نه بحث میکنی، نه هرس میخوری، آرومی. و این آرومی برای اون آدم شکنجه است. در مقابل اون هرچی بیشتر تلاش میکنه تا توجهت رو جلب کنه، بی‌تفاوتی تو براش سنگین‌تر میشه. کم کم میفهمه که هیچ نقشی توی زندگیت نداره، نه قهر کردی، نه ادا در میاری، واقعا دیگه برات مهم نیست و این نقطه واقعی رها شدنه. 4مین عادت اینه که با وقار حرف بزن. وقتی دیگران درباره اون ازت سوال میپرسن، راحت ترین کار اینه که ازش بد بگی. اما قوی ترین و با کلاس ترین جمله اینه: نشد، دیگه تمرکزم روی چیزای بهتره. نه غیبت، نه شایعه، نه دعوا. این رفتار بقیه رو گیج میکنه، چون انتظار درام دارن ازت، اما تو از بالا به موضوع نگاه میکنی. در نهایت این رفتار و گفتار تو میرسه به گوش همون آدم، میفهمه پشت سرش حرف نزدی، تصویر بد ازش نکشیدی و این از هر انتقامی دردناکتره، چون بهش نشون میدی که با شخصیت بودی ولی اون تو رو از دست داد. 5مین مورد بخشش که مساوی با آزادی واقعی. آخرین و قوی ترین عادت بخششه، اما نه برای اون آدم، برای خودت. وقتی میبخشی یعنی دیگه نمیخوای سنگینی اون درد رو تحمل کنی، نه کینه، نه تنفر، نه منتظر تلافی بودن،
فقط رها کردن. تأثیر این بخشش اینه که وقتی بی صدا میبخشی قدرتت رو پس میگیری، دیگه چیزی درونت نمیسوزه، دیگه آزاری وجود نداره، میشه یه آدم آزاد. طرف مقابلم این تغییر رو حس میکنه، حتی اگه توضیحی براش نداشته باشه، میفهمه که تو کامل ازش عبور کردی، دیگه راه برگشتی نداره و این بزرگترین باختشه. قدرت واقعی توی سکوتیه که همراه با این عادتهای آگاهانه داری و رو به جلو حرکت میکنی. این عادتها نه تنها باعث میشن سریعتر روحیه خوب خودتو به دست بیاری، بلکه کاری میکنن طرف مقابل کم کم به اشتباهش پی ببره و توی خودش فرو بره. این 5 عادت خاموش خیلی قدرتمندن، عادتهایی که بعد از اینکه آسیب دیدی میتونن همه چی رو تغییر بدن. اینا انتقام نیستن، بازی روانی هم نیستن. اینا راهی برای پس گرفتن زندگی و شادی و ارزش خودته. وقتی طرف بفهمه چی رو از دست داده، تو دیگه انقدر جلو رفتی که حتی دلت نمیخواد برگردی و نگاهشون کنی. این عادتها برای نجات خودت هستن، برای اینکه اجازه ندی رفتار یه نفر آینده‌ت رو خراب کنه. و نتیجه‌ای که معمولاً اتفاق میفته به این صورته که وقتی این عادت‌ها رو شروع می‌کنی، طرف مقابل کم کم حس پشیمونی، ناراحتی و حتی بیخوابی میگیره. اما زمانی به این نقطه میرسه که تو دیگه خیلی جلو رفتی و خوشحال و آزادی. دیگه نیازی به انتقام نداری، آرامش تو خودش یه فریاد بزرگه. بعد از این جریانا آغوش باز به سمت زندگی جدید باز میکنی. رها کردن آدمایی که آزارت دادن آسون نیست، قدرت میخواد. اما با همین عادتهای خاموش کم کم میبینی دردت تبدیل به آرامش میشه. دوستای بهتر وارد زندگیت میشن، فرصتهای بهتر پیدا میکنی و خوشحالتر و آرومتر میمونی و اون آدما کم کم محو میشن. میراث زیبایی که به جا میذاری اینه که شیوه تو تبدیل میشه به الگویی برای بقیه. دیگران ازت یاد میگیرن چطوری با وقار و قدرت از درد عبور کنن. طرف مقابلم میمونه با حسرتش، اما تو داستان تبدیل میشه به یه برد بزرگ. برای رها شدن از دست این افراد لازم نیست داد بزنی یا جنگ کنی. بهترین تغییرات توی سکوت اتفاق میافتن، تو انتخابات، واکنشات و تو آرامشی که میسازی. با این 5 عادت قدرتت رو پس میگیری، شادیت رو پیدا میکنی و میفهمی زندگی واقعاً از جایی شروع میشه که تو خودت رو انتخاب میکنی. حالا تو به هم بگو که چطوری با افرادی که به لحاظ روحی آزارت میدن رفتار میکنی و به نظرت کدوم از این روش‌ها بیشتر به دردت میخوره؟ سکوتت بلندترین حرفته، نشونه قدرتته، نشونه این که دیگه آزاد شدی و داری زندگی بهتری میسازی. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و براتون ذهنی آرام آرزو میکنم.